مرحله آخر روتین پوستی من استفاده از یه ضد آفتابه. ضد آفتاب بیرنگ پیکسل رو من استفاده میکنم که مناسب پوست چرب و مختلط هستش. این ضد آفتاب که ایرانی هست، توی ایرانی ها سرآمد همشونه، از نظر من تنها نه. یه تحقیق ریز بکنید راجبش، حتی توی داروخونه ها هم برین، اینو خیلی بهتون معرفی و پیشنهاد میکنن. به اندازه یه بند انگشت من ازش استفاده میکنم. اینو رد سفیدی هم نمیندازه، یعنی اولش که میزنی حس میکنی که مثلا حالا داره یه رد میندازه، ولی اصلا اینجوری نیست. یه 3-4 دقیقه بگذره کامل جذب پوستتون میشه و اون حالت براق بودنه رو شاید نیم ساعت 1 ساعت روی صورتتون باشه، بعدش حالت مات پیدا میکنه و اینجوری نیست که نارضایتی داشته باشه. توضیحاتش توی کپشن برات نوشتم. دوست دارم.